همیشه گفتن کسب و کار چیزی جز ریسک کردن نیست، اما من نمیتونم توی این شرایط به خودم اجازه ریسک کردن بدم. میخوام یه کاری رو انجام بدم که توش ریسکی وجود نداشته باشه و منو به موفقیت برسونه. چجوری اونو پیداش کنم؟ اینجا زیفکسته. قرار با هم دیگه یاد بگیریم چجوری یک کسب و کار موفق رو بسازیم و اونو به صورت متفاوتی رشد بدیم. زیفکست اسم پادکست های گروه زیفرنده. زیفرند از ادغام کلمه زد و دیفرند گرفته شده که به معنی یک پایان متفاوته. کار زیفرند اینه که کسب و کارهای سنتی یا مدرن، استارتاپ ها و حتی ایده های نو رو با مشاوره های تخصصی که میده به یک کسب و کار متمایز آنلاین تبدیل میکنه. برای اطلاع از سایر آموزش‌ها میتونید به سایت zfriend.com یا شبکه‌های اجتماعی زیفرند مراجعه بکنید. سلام به همه همراهان زیفکست. همونطور که از اسم این اپیزود مشخصه، میخوام در مورد اشتباه کردن صحبت کنم. فکر میکنم برای هممون اتفاق افتاده که معمولاً ما رو دعوت میکنن به اینکه اشتباه نکنیم و جلوی اشتباهاتمون رو بگیریم. اما من میخوام بگم که اشتباه کردن هیچی ازمون کم نمیکنه که هیچ، بلکه به همون یه تجربه های بیشتری رو هم میده گاهن که میتونه در نهایت ما رو به موفقیت برسونه. اصلا اشتباه کردن از همون ابتدای خلقت با خود انسان عجین شده. پس اگه اشتباه نکنی جای تعجب و سوال داره. اگه نگاهی هم بکنی اساس همه اکتشافاتم توی علم همین اشتباهات بوده، چرا که هر اشتباه دانشمندا رو به سمت یک پاسخ صحیح هدایت میکرده. توی اپیزود قبلی در مورد طرز فکر صحبت کردیم. اگه اونو گوش نکردین و تازه به جمع زیفکستی ها پیوستید، حتما پیشنهاد میکنم برین اول اونو گوش کنین، بعد بیاین این اپیزودو گوش کنین، چون این مطالب به هم دیگه مرتبط هستن. همونطور که توی اپیزود قبلی گفتم، افرادی که طرز فکر رشد دارن برای خودشون چالش درست میکنن و توی اون چالشاشون شکست میخورن و ازش درس میگیرن. بعد میرن اصلاحش میکنن و انقدر این کار رو تکرار میکنن تا توی اون کار به تواناترین فرد تبدیل بشن که خب موفقیت هم در نتیجه همین موضوعی که داره به دست میاد. فکر نکنید به این که پس عمرم چی؟ چرا؟ چون اگه توی همین مسیری که الان هستی و داری پیش میری یه سری موارد جدید رو تست نکنی، چجوری میتونی موفق بشی؟ به قول انیشتین، حماقت اینه که کاری رو بارها و بارها به یک روش انجام بدی اما انتظار یک نتیجه متفاوت رو ازش داشته باشی. نمیگم که بی گدار به آب بزنی، فقط میگم اجازه ریسک کردن رو به خودت بده. حتی اگه تو شکست بخوری، یکی از همین ریسکات میتونه تو رو به موفقیت برسونه. در مورد همین ریسک میخوام براتون یه داستانی رو تعریف کنم. یه روز توی یکی از مهمونی‌ها پانتومیم بازی میکردیم و تیم ما با یه امتیاز چشمگیری از تیم مقابل جلو بود. آخرای بازی بود و دیگه خب ما از این برد مقتدرانه‌ای که داشتیم رجزخونی میکردیم. یهو یکی از این افراد تیم مقابلمون پا شد و گفت من میخوام یه دونه از این 60 امتیازی ها رو اجرا کنم. خب داستان 60 امتیازی هم همتون میدونید دیگه، اینطوریه که اگه حدس میزد 60 امتیاز میگرفت و با یک اختلاف فاحشی از ما برنده میشدن و اگه نمیتونستن حدس بزنن خب طبیعی بود که بازی رو میباختن. خلاصه کلمه‌ای که برای حدس 60 امتیازی اومده بود چیزی نبود جز قلیون معلم. خیلی خنده داره. با این ریسک تونستن بازی باخته رو برنده بشن، هرچند که ما هم بعدش اومدیم یه 60 امتیازی برای جبران مافات برداریم، اما اونقدری که سخت بود حتی الان یادم نمیاد که چی بود تا بخوام توضیح بدم بگم این کلمش بوده. حالا شما فکرشو بکنید اگه اونجا اون ریسک رو انجام نمیدادن چه اتفاقی میافتاد. ریسک کردن همون ترسی که اغلب ما آدم ها اونو داریم و داریم زندگیش میکنیم و همین ترس هم هست که باعث شده ما از موفقیت دور بشیم. اما از اون سمتش هم بخوایم نگاه کنیم، همین ریسک پذیری یه عاملی بوده که یه سری از افراد رو به موفق ترین و ثروتمندترین آدم ها تبدیل کرده. همین ریسک رو توی کسب و کارا بیایم نگاه کنیم. بیل گیتس یک ریسک خیلی بزرگی رو انجام داد. اون باور داشت که کامپیوتر شخصی یک ابزار مفیدی که همه باید داشته باشن، چه توی دفتر کارشون و چه تو خونه هاشون، و به خاطر همین از دانشگاهش زد
یک سفر پر از ابهام و سردرگمی رو شروع کرد و خب نتیجهش هم دید. یا وارن بافت که هممون میدونیم دیگه، به خاطر ریسک پذیری‌هاش توی بازار سرمایه الان به یک غول ثروتمند تبدیل شده و حتی الان هم از این ریسک کردن دست بر نداشته و در حال توسعه دادن یک شرکت تبلیغاتی به نام، اگه اشتباه تلفظ نکنم اسمشو، برکشایر هاتاوی. ایلان ماسک هم که خب دیگه معرف حضور هممون هست. خدای فکرشو میکردید که بتونید توی یک ماشین بشینید و رانندگی نکنید و به مقصد برسید؟ من خودم اینطوری بود، فکرشو میکردم یه همچین اتفاق بیفته، ولی نه در آینده‌ای که من توش باشم و زندگی بکنم، در یه آینده خیلی دور اینو متصور میشدم. خلاصه برنامه‌ریزی کنید، تحقیق و تفحص کنید، مشورت بگیرید و تا جایی که ممکنه خسارت ریسکتون رو به حداقل برسونید، اما ریسک بکنید. به خودتون اجازه اشتباه کردن بدین. هرچند که توی اپیزودهای بعدی در این مورد صحبت خواهیم کرد که چطوری متوجه بشیم ایده ما یک ایده کم ریسک و مخاطب پسنده. حتی در مورد این که چطوری یک ایده رو اجرایی کنیم تا در صورت شکست هزینه‌های زیادی رو متقبل نشیم هم صحبت خواهیم کرد. میخوام ازتون یه خواهشی داشته باشم و اونم اینه که تا به اینجای اپیزودو که گوش کردین برین توی قسمت کامنت ها و از تجارب خودتون، از ریسک کردن هاتون برام بگید. اینجوری هم من از کامنت های شما انرژی میگیرم و هم بقیه میتونن از تجربه های شما استفاده کنن یا حتی یه سری ایده هایی بگیرن. اگه موردی وجود داره که ما میتونیم توی زیفکست هامون ازش استفاده بکنیم و بتونه باعث بهبود زیفکست ها بشه، ممنونتون میشم که اونا رو هم توی کامنت ها به ما بگید. توی اپیزود بعدی با یک مطلب چالشی که حتما هممون باهاش سر کار داریم مهمون گوشاتون هستیم. پس تا اپیزود بعدی بدرود، تاثیرگذار و پیروز باشید. برای اطلاع از پادکست های جدید زیفکست میتونید از طریق کلیه پادگیرها از جمله کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، اپل پادکست ما رو دنبال کنید و یا از طریق وبسایتمون به نشانی zifriend.com و شبکه‌های اجتماعی ما از محتوا و مقالات زیفرند استفاده کنید. زیفرند، بستر ایده های متفاوت کسب و کار.